بچه سلام، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. اومدم سراغ اولین BMW X6 مدل 2024. یه رنگ فوق العاده جذاب داره این ماشین. درش هم باز کنم براتون ببینید که چقدر جذابتر و زیباتر شده. کلا این نمای جلوش عوض شده، نمای عقبش کمتر تغییر پیدا کرده ولی این نمای جلوش خیلی باحال‌تر شده. دیلایت های جدید X6 2024، اسم رنگش یوربان یا اوربان گرینه. این ورودی های هواش گریل جلو این پایین تغییر پیدا کرده نسبت به مدل سال 2023. این ماشین از آوریل 2023 به همراه X5 روی خط تولید BMW قرار گرفت. این هم نمای عقبش X Drive که نشون میده که ماشین 4 چرخ محرک متحرکه. این 4 هم که کد موتورشه، 4 که 40 دیگه، 40 منظورم 40 آی. خیلی خیلی بچه ماشین جذاب شده. همونطوری که میدونین BMW ابداع کننده شاسی بلند کوپه بود. سال 2008 اولین شاسی بلند کوپه رو با کد اتاق E71 روی خط تولید برد و بعد که ما از اون اتاق پلاک ملیشو داریم. بعد سال 2015 اومد روی نسل دوم X6 که فقط از اون اتاق ما تو مناطق آزاد تجاری داریم و سال 2019 2020 هم X6 نسل سوم روی خط تولید قرار گرفت که این ماشین فیس لیفت اون اتاقه. این فرم انتهایی سقف همونطوری که میبینید بیانگر اینه که ماشین شاسی بلند کوپه است. بریم بچه‌ها نمای داخلیش هم نشونتون بدم. اینجا هم داره نمای داخلیش. انتقادی که سالیان سال به BMW وارد میشد برای نمای داخلی و همه معتقد بودن که BMW نمای داخلی ضعیف‌تر از مرسدس بنزه، ولی با این اتاقای جدیدش دیگه این داستانم برطرف شده. همونطوری که می‌بینیم بچه‌ها اینجا دو تا LCD خیلی بزرگ هستش که خیلی لاکچری تر شده. دکمه ها بسیاریش حذف شده و همه چی دیگه از طریق این صفحه LCD هست. اینجا یه دونه نوشته X6 رو می‌بینین، خیلی به نظرم باحال شده. خیلی یادآور XM بچه‌ها. من XM رو اگه خاطرتون باشه عکس ویدیوش هم گذاشتم. خیلی شباهت زیادی نمای داخلیش به XM پیدا کرده. صداش کم کنم. بعد اینکه بچه موتوری که روی این ماشینه کدش میشه B58 BCM2. این ماشین موتور 3 لیتری 6 سیلندر روشه و 375 اسب بخار قدرتشه. 0 تا 100ش 52 53 اینطوراست و موتورش هم مشترکه بچه‌ها بین 740 کد اتاق G70، 540 کد اتاق G60، X7 و X5. اونایی که همین کدو دارن دیگه، یعنی 40 آین. فوق العاده جذابه. رنگش که اصلا دیوونه میکنه. تو طول مسیر که داشتیم میومدیم همه توجه ها به رنگ این ماشین بود. هیچ کسی نمیتونست از خیر نگاه کردن بهش بگذره. گیربکسش هم بچه ها 8 سرعته اتوماتیکه دیگه، خبری هم نیستش. اینجا دیگه اون دسته دنده معروف نیست، اینطوری شده. دقیقاً این قسمت خیلی شبیه سری 7 جدیده. همونطوری که میبینین اینجوریه. این چه باحاله، خیلی کوچولو و جمع جور، خیلی هم با کیفیت. خیلی مثلا کابینش خیلی با کیفیت تر شده. ما اگه خاطرتون باشه بچه‌ها یه دونه X6 M کامپیتیشن رو گرفتیم. این فیس لیفت همون اتاق دیگه، خیلی خفن و جذابه. بریم بچه‌ها بیرونش هم مجدد بهتون نشون بدم. امیدوارم که چیزی از خاطرم نرفته باشه. این ماشین رقیب پورش کاین کوپه و GLE کوپه میشه.
جالبه که هر دو تا اتاقم الان توی کشور، یعنی هر سه تا دیگه، هر سه تا رو ما الان داریم تو کشور. یعنی هم پورش کاین کوپه رو داریم 2024 گذر موقت، این که XX 2024 و GLE کوپه 2024 هم که تقریبا 2 ماه پیش بود که اگه خاطرتون باشه رفتم سراغش. دقیقا رقیب همدیگه این سه تا ماشین. این هم نمای جلوش فوق‌العاده است بچه‌ها رنگش. امیدوارم که گوشیم بتونه این جذابیتی که چشمام میبینه رو نشون بده. خیلی خوشگله. هم نمای عقبش ماشین چون روشن شده چراغاش روشنه به نظرم جذابتر شد.